ما دهشتگر و وحشتگر نیستیم، ما افراطی نیستیم. ما میخوایم عامل به کلام الله و بنده مسلمان و مؤمن و با ایمان از دنیا بریم. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بنی قریظه با یهود چی رفتار کرد؟ چرا انقدر انسانها را از در شمشیر بیرون کرد؟ محمد رسول الله، محمد فرستاده الله است و کسی که به نبوت و به جهاد و به دعوت و به توحید رسول الله ایمان نداره اون کافر بین المللی است. با این کس شک و شبه نداره. بخونه 1000 سال نماز بخونه، بگه 1000 سال کلمه بگه 1000 میلیون دلار انفاق بکنه، باید زندگی 23 ساله رسول الله رو ایمان داشته باشه. والذین معه اشداء علی الکفار، اصحاب رسول الله تاجیک و ترکمن و ازبک و پشتون، شافعی و مالکی و حنبلی، تبلیغی و وهابی و سلفی نام نداشتند. اصحاب رسول الله بین خود تشدد نداشتند. آنهایی که قلب و گوش حنظله را بیرون کردند، آنهایی که آتش ها را آهنها را داغ کردند، بر فرج سمیه ها چسباندند، آنهایی که به شکم بلال ها شلاق زدند، آنهایی که امام ابو حنیفه ها را به زندان به شهادت رساندند، آنهایی که امام محمد حنبل ها را به زندان به شهادت رساندند، آنهایی که شیخ الاسلام ابن تیمیه را به زندان به شهادت رساندند. پیروان همون مکتب خبیث و پلید امروز منتظر قربانی یک دست دعوتگرا و علما و حقگویان حتمی انتظار میکشن. اما این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یقینا الله که آتش را بر جان ابراهیم گلستان کرد اون از خدایی خود استفا نکرده. الله که دریا را بر پیش روی موسی سرک ساخت از قدرتش استفا نکرده. الله که اسماعیل را زیر کار حفاظت کرد اون از رب از ایلا بودن خود استفا نکرده. الله با همه مسلمین هست. الله با کیست؟ با همه مسلمین. دشمنی به کلام الله، دشمنی بر منهج رسول الله، دشمنی بر آیات حجاب و قتال و قصاص، دشمنی بر حزب و گروه و تنظیم نیست، دشمنی بر الله متعال جل و شانه. یا ربی یا ربی. اگر ملت ها عمل کردن با آیت جهاد و قتال و دشمنی بر یهود و نصارا را تا پی القاعده و تروریست میگذارن، اگر کشتن و شمشیر زدن رسول الله را در احد و بدر و حنین و به اصطلاح در غزوه بنی قریظه سربریدن یهود را تروریست و دهشتگر میشناسند، دشمنان بدانم که اگر محمد تروریست بوده ما همه یک تروریست جهانیستیم. به این تروریستی یقینا تا لحظه یک قطره خون باشه ادامه خواهد دادیم. جدال نمیخواهیم، ما امنیت و صلح در پرتو قرآن. ما مخالف پلیس و اردو، مخالف نظام، مخالف پارلمان و تانگ و تیاره نیستیم. ما مخالف قانون کفری هستیم. مخالف چیستیم امت؟ ما حکومت میخواهیم، پلیس میخواهیم، تشکیلات میخواهیم، نظام میخواهیم، اصلاحات میخواهیم، قانون اسلامی میخواهیم. زنده‌باد دین مقدس اسلام، مرگ بر امریکا، وقفتها الجاه والمال. یا ربی اگر کسی بیاید بگوید الله مختزن را سنگسار کن، این سنگسار افراد است و این در دین نیست، این تشدد و بنیادگرایی است. اگر الله را افراطی بخواند و رسول الله را افراطی بخواند و صحابه را افراطی بخواند، الله و رسول این انسان را از دایره بهشت و دین و ایمان و عقیده و بندگی خود رخصت نموده است. اگر تمام علما و دانشمندان جهان فتوای بهشت رفتن و فتوای مؤمن بودن بر بدن، الله ای را کافر ژاپنی معرفی کرده است. چرا که مخالفت به یک حرف و به یک آیت قرآن صراحتا انسان را از ایمان خارج می کند. اما این فرمول را پیشتر اهل علم می داند در ایمان و کفر فیصدی نیست که گاهی وقت اعتراض سر قرآن کرد. من باید اسنادی را پیش کرد که در قانونهای امروزه موجود نیست. اون اسناد به قانون اساسی الله آمده است. قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. ما پس نظام میخواهیم، شورای زنانی که مطابق شورای زنان صحابه، شورای زنانی که مطابق شورای زنان اصحاب رسول الله و ائمه دین
همونطور نظامی را ما خواهانیم و به عبارت دیگر ما دکتر و انجینر و دکتر و ماستر و فیلسوف میخواهیم با اینکه حق و حقوق قرآن کریم و حق و حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم باید اصلاح شود. وحبي دنيا ذميم من كل